یو واتساپ گایز، چطورید بچه؟ احوالک. البته عرب نیستم ولی خب دوستان، من امیر هستم و شما مشاهده اولین ویدیوی من رو دارید میکنید. اولین ویدیوی من برا. خب من تو این چنل ویدیوی فیفا داریم. این چنل به اسم امیر فیفا قرار براتون ویدیوی فیفایی بذاره. فیفا که نه، اف سی دیگه. اف سی 24 که من این تیمو دارم. این تیم بسیار ناچیز که در قبال تیمای شما خیلی تیم ضعیفیه احساس میکنم، با اینکه اورل 88 دارم، کاپ جهانم نزدیک به منه، ولی بنده در قبال شما تیم ناچیز دارم. حالا حرف نزنیم. آقا من الان در حال خریدن، خواستم بازیکن بخرم که گفتم نمیدونم هم دار. حالا خودم گفتم کسی چنل فیفا نداره، من گفتم بیام بزنم. خب میبینیم کمترین اوورال چی داریم؟ رولی جی کی گلکیپر. آقا گلکیپر میخوایم او سنتر دفند. نه، این اوتامندی رو میخوایم عوضش کنیم. اوتامندی 83. من میخوام کل بازی کنم بالا 85 باشن. لوزانو اول همه لوزانو میدم اول دروازه‌بان، اول گلکیپر، بعد رایت وینگر همون لوزانو دیگه. من اصلا انگلیسی حرف میزنم بعضی متوجه نشن، اما دیگه در گذشت زمان متوجه میشم. من 13 میلیون جمع کردم از فروختن بازیکنایی که اکسچنج کردم توی این یوفا چمپیونش لیگ. چمپیونش چه گفتم؟ چمپیونش، ببخشید. جمع کردم و اینجا هی میزدم میگرفتم. الان ببینم میتونم بزنم. آره میتونم بزنم. چیز زیاد بزنید. الان بازی کن نمار یادم نیست. گوندوزی میارزه برید بخرید، واقعا میارزه برید. مثلا بالای 70 چقدر هست؟ بالای 70 دیوید بکام میتونم بگیرم. اینجا میتونید هم بازیکن مختلف بگیرید که من لازم میخوام دیوید بکام بگیرم. خب بریم برای گلکیپر، ببینیم گلکیپر ارزون چی پیدا میکنیم. هم چون کین دارم خواستم ببینم قیمتش چقدره. خب پوزیشن گلکیپر، رنک نمیتونم واقعا چیه من. خب انیمیشن، کوالیتی، اووریتینگ بالا 85 باشه. حالا من میزنم ولیو از پایین، نه ولیو از بالا، که ارزون ترین ها رو به ما نشون بده. ببینیم که تو 4 میلیون 11 سومر 87 90 راحت. ببینیم ترشتگی 9 تا 89 از 9 میلیون بالا بهش میشه. 88 از چند میلیون شروع میشه؟ 88 از 5 میلیون. اونانا واچ بزنیم، اونایی که میتونیم بودجمون میرسه، مثلا که کم هزینه کنیم. اوبلاک نه، اوبلاک اصلا خوشم نمیاد. برونو هم خیلی زشته. اگه برونو بهترین دروازه‌بان دنیا بود و قیافش این بود، من ترجیح میدادم دروازه‌بان قنا رو بردارم. یاشین بدون دستکش بازی میکرد. داره کی بود؟ چرا اوبلاک قوی ترینه؟ چقدر دروازه‌بان کم داریم. دیگو کاستا مال پورتو
87 از چند شروع میشه؟ 78 از 3 میلیون. ببینم مشخصات اونانا کیکینگ. من رفلکس و هندلینگ میخوام. 86 82. اوبلاک از اونانا قوی تره. بذار اوبلاک رو نگردم چک. 88 87. اوبلاک بازم قوی تره. بکر بازم اوبلاک قوی تره. نویر بازم اوبلاک قوی تره. نویر ترشتگی قوی تر محسوب میشه. واقعا مساوی هن، ولی صرف چیز کنیم صرف چی روش میگم من؟ کاسیلاس. اوی کاسیلاس اونه چه قویه. 89. هزینه زیاد میخواد. اوبلاک رو میخریم. ببین من ترجیح میدم که 5890 بگیرم. داد نداد. بایستو چی من دارم میخرم؟ فکر نمیشه دیگه خریم. پولامون اونجا نمیشته بود 1 میلیون. خب بریم سراغ RW. لوزانو داریم. RW ضعیف از ولیو بالو. جونیور مسیاس. هر وقت مسیوس سرچ میکردم این جونیور مسیاس میومد بالا. خب بریم. ما تا 7 میلیون میتونیم هزینه کنیم از کل به پایین. من شوت و دریبل میخوام. چی شد؟ پوزش عرض میکنم چرا اینجور شد؟ خوبه اومد. نمیومد غزل خدا نخوابیزیم. چرا اومدم تو یوفا؟ واقعا این سوال از خودم دارم چرا اومدم تو یوفا. نشون نه الان من همین الان که تموم شد اومدم بازیکن بخرم. چمپیونز لیگو تا لژندری هی بازی کردم. خیلی سخت بود. بیا مارکت شد با دیل پاره. میادش بیلاره. خب بچه ها پول جمع کنیم دمبله 88 بخریم. اما من الان خواهیم بریم یه بازیکن بخریم که باش پول جمع کنیم، نه که پول جمع کنیم یه بازیکن بخریم. خب دیدیبلین 89 83. زیاش ولش کن. اینا شوتینگ ندارن. همون کلو بده بریم بابا. ببین من 7000 باید دستم میخوره قطع میشه. خب خریدیم این اوبلاکو. یه پولمونم 10 کشید. بس میتونم لوزانو رو بفروشم اصلا. چرا اول بفکرم نرسید. لوزانو و اونو میفروشم. بیا این رولیو بفروشم. رولی یا رولی فروختنی نیست. چقدر زون. کیو بفروشم اینجا؟ لوزانو یک میارزه. یکی فکر نکنید کارو هم میگن کی.
خب رولی رفت. امروزی هم به فروش بره. اینا رو بگیرم من. این پکا رو باز کنم که برم یه سیوی هم بکنم. بچه ها سیوی واقعا همون سنتر در جهنم همه هیتران میگن نمیگفتیم هم میدونستیم. آره واقعا من مثلا هیتر داشته من هیتر داشته باشم فن پیشکشش. بچه اوی بچه ها نمیدونم من باید دارم چون تو جمع رفیقام زیاد میگن بچه من دارم از بچه ها یک جمعیه دیگه بدون خودتون. استاندارد پک بزنم چی داره توش؟ از 85 میشه. من اصلا آیکون ها خوشم نمیاد نمیدونم چرا. همشون دفاع و اینا مثلا کارلوس دفاع بوده گل زده چون همه دفاع هن. موکوکو واقعا هریکین خوشم نمیاد. مثلا قیمتش بره بالا بفروشمش. بچه من بهتون قول میدم یک روزی اگه من برسم به 1000 سابسکرایب همین پسو براتون میگیرم. کل شانسای این پکاشو براتون باز میکنم بهتون میگم چی داره توش. اینو قول میدم بهتون قسم میخورم. اینو من دارم قسم خوردم شنیدید. یه روزی من به 1000 ساب برسم همینو براتون میخرم. برای شما که نه البته یه نظرسنجی میذارم وقتی که 1000 ساب شدم اینکه یا گیو اوی میکنم یا برای خودم میگیرم. شاید هم گیو اوی کردم برای خودم گرفتم. کی میدونه چی میدونه. تا اون موقع خدا بزرگه. قد میشه ناز نکن دیگه. بچه من گوشیم چند شکسته. این دکمه چیزا نمیبینید دکمه رکورد و اگه بهتون نشون میدادم. خب بیاین براتون اینو در بیارم. بچه بالای علامت باتری که میبینید اینجا جفت گیم توربو سمت راست بالاش دقیقا 2 تا ترک خورده. بالای ساعت هم یه ترک بزرگ خورده. سمت راست پایین صفحه هم یه ترک بزرگتر خورده. بالا سمت راست هم بازم یه ترک بزرگ خورده. کلا در جمع 1 2 3 4 5 تا ترک خورده باشیم. شما مثل که قرار نیست بالا بیاد و من دیگه همینجا با شما خدا نگهداری میکنم و این ویدیو از ساعت 7:45 عصر جمعه است. من برای شما اینو ساعت 12 شب آپلود میکنم. خدا نگهدار.